هادی یه ویدیو ازت پخش شد تو فضای مجازی که خیلی باحال بود. بچه‌ها رود سر میخوردن. میشه ببینیم یه ذره راجبش حرف بزنیم؟ بله. لطف میکنین اینو پخش بکنین؟ چه حس خیلی خوبی داشت. چند تا بچه داری هادی؟ من 3 تا. 3 تا. میشه به من بگی دختر و پسرش رو چه جوری ان و اینا؟ محمد حافظ هست. خب محمد حافظ پسر بزرگته. نادیا سورنا. 2 تا پسر 1 دختر داری. بله. بسیار عالی، خدا حفظشون بکنه. خدا حفظ. پرسیدم توی صحبت و گفتگو قبلیمون که حس پدر بودن رو ازت پرسیدم. الان میخوام یکم در مورد خانوادت صحبت بکنم. نقش خانومت در این که انقدر موفق شدی چیه؟ من دیدم تو فضای مجازی چقدر بهش احترام میذاری و چقدر ازش خوب یاد میکنی. میخوام ببینم که نظرت چیه. بگی الان گستره بیشتری از مردم دارن نگاش میکنن. اون زمانی منو قبول کرده که من هیچی نبودم و کناری بدنساز زندگی کردن کار هر کسی نیست و احترامش برای من خیلی واجب‌تر از خودمه، چون که فراتر از من به زندگی فکر میکنه. اون سخت‌ترین دورش دوره کرونا بود. خب 2 تا بچه مدرسه بود. من روزی 2 بار لباس عوض میکنم به جز لباس ورزشم. بخواد هادی چوپان را بندازه، 2 تا بچه مدرسه آنلاین را بندازه، باردارم باشه. این بود زمانی که هیچی نداشتم کنارم بود. زمانی که خودم رو میباختم، شریک فکر و انگیزم بود. روزایی که تو تنهایی خودم اشک میریختم، اشکمو پاک میکردم. من روزایی بود گذروندیم که لوازم خونگی هم نداشتم. احترامش بسنم خیلی مقدس تر از یه همسر، چون جایی منو یدک کرده که من کلا از همه چیز ناامید شده بودم. امید قهرمانی بودم. کلا همسر والاتر از شخص، توصیفش نمیشه بکنی. فرق نمیکنه زن هادی چوپانه. میخوام اینا رو اینجوری کچ کنم. ببین ماشاءالله. ببین اینو کچ کنیم. کافی خوردی؟ آقا یه مسابقه بدیم ببینیم کی بیشتر کچ میکنه با هم دیگه. بریم بیان جلو. که چقدر خم میکنه؟ آره ببینیم کی بیشتر میتونه خم بکنه. خب تو میتونی بیشتر هم میتونی. چرا؟ قوی‌تری ماشاءالله. نه آقا. بچه‌ها بزنید دست. آب بدم آب. بابا انگار داره آبم هم خراب شد. انگار داره تخمه پوست میکنه اینجا. برو دیگه خب نتن بابا آب بدم آب. کافیه. کار کنم. آخ واقعا انگار داشت تخمه پوست میکنه جوگم. یه سوال ازت بپرسم. بفهم. تا حالا شده کسی به زنگ بزنه بگه هادی بیا بریم دعوا؟ انسان عاقل دعوا نمیکنه. انسان عاقل دعوا نمیکنه.
قبلا چی؟ هرگز دعوا نکرد. یه کم جوان‌تر بودی. هیچ وقت. کله آدم یه بادی داره. هیچ وقت. واقعا. یعنی تا حالا دعوا نکردی؟ هیچ وقت. یه شنیدم که هر کی تو باشگاه دنبل و نظر سر جاش شاکی میشی. آره؟ چرا؟ روی انضباط. اون کسی که قدرت بلند کردن رو داره با قدرت زمین گذاشتن هم داشته باشه. یه سوال بپرسم، تا حالا زورخونه رفتی؟ نه. نرفتی تا حالا زورخونه؟ برای دعوتی رفتم زورخونه رفتم. خودت تا حالا ورزش زورخونه‌ای نکردی؟ یه سوال ازت بپرسم. بفهم. تا حالا شده کسی به زنگ بزنه بگه هادی بیا بریم دعوا؟ انسان عاقل دعوا نمیکنه. انسان عاقل دعوا نمیکنه. قبلا چی؟ هرگز دعوا نکرد. یه کم جوان‌تر بودی. هیچ وقت. کله آدم یه بادی داره. هیچ وقت. واقعا. یعنی تا حالا دعوا نکردی؟ هیچ وقت. یه شنیدم که هر کی تو باشگاه دنبل و نظر سر جاش شاکی میشی. آره؟ چرا؟ روی انضباط. اون کسی که قدرت بلند کردن رو داره با قدرت زمین گذاشتن هم داشته باشه. یه سوال بپرسم، تا حالا زورخونه رفتی؟ نه. نرفتی تا حالا زورخونه؟ برای دعوتی رفتم زورخونه رفتم. خودت تا حالا ورزش زورخونه‌ای نکردی؟ من یه سوال بپرسم ازت. ببین ورزش بدنسازی، من خودم شخصا نفر اول ثبت نام در باشگاه بدنسازی و نرفتن هستم. من 20 اندی بار تلاش کردم رفتم ثبت نام کردم باشگاه، یه جلسه رفتم دیگه نرفتم. منتظر شنبه رفت. نه شنبه رفتم شده یه شنبه هم رفتم، یعنی چند جلسه رفتم، ولی یه چیزی توش وجود داره. میخوام ببینم شماها که این ورزش رو انجام میدین چی توش دیدین؟ ورزش و هر چیزی که میخوای تو زندگی انجام بدی مثل تعطیلات تهران و شمال. شما تو شمال چی میبینی تا تعطیل میشه جاده چارلوت شلوغ میکن؟ یه لذتی، یه حسی. بعد دقیقاً حالا یه تفریحی توش وجود داره. آره. بدنسازی برای شما تفریح داره واقعا؟ بدنسازی کلا یه شخصیت متفاوت است، یک فرهنگ جدا بافته هست، خودش یک کتاب و یه فلسفه ای داره. شما وقتی که واردش میشی اولش دچار بدن درد میشه. این بدن درد رو که رد کنی دچار عادتش میشی. هر روزی که نری مخالف اون روز اول که میرفتی درد میکشیدی، اگه نری درد میکشی. پس هر روز میری وقتی به تناسبت میرسی جلو آینه یا تو دوستای یه دست لباس میپوشی و اندامت میاد، یه واسط میشه فرهنگ. بعد ما روزی که رفتیم ورزش پرورش اندام رو شروع کردیم تو باشگاه، اصلا جو زندگی یه چیز دیگه است. اونجا دیگه بدایی یادت میره، چی امروز گذشت یادت میره. 10 نفر آدم قدرتمند با روحیه بالا، با توانمند، انرژی مثبت دور اطرافت حضور دارن با انرژی مثبت تمرین میکنن، حرفای خوب میزنن، یک کلاس سینمای خودشو داره، ولی جاده افتخارش خیلی سخته، اون یه زندگی دیگه ای هست. ولی در کل ورزش امروز تو سطح دنیا فرهنگ اولیه حساب میشه. قرار نیست فقط هر کسی میره توی باشگاه واسه قهرمانی بره. باشگاه رفتن جلو از سلامتیش عضو فرهنگ حساب میشه. امروز دیگه هر کسی امروز توی مد لباس هست دیگه. همه دنبال زیبای خوشتیپی میگردن. پس اون کسی که ورزشکار نیست نسبت به اون شخص دیگه زیبایی کمتری داره. پس من از روز اولی که شروع کردم از اینا بیرون بودم. من هدفم چیز دیگه بود. چی بوده هدفت؟ من میخواستم آخرشو ببینم. که دیدی؟ الان آخرش رو دیدی دیگه قهرمانی مستر المپیا دیگه مگه از این بالاتر داریم دیگه؟ نه؟ آره این ورزش تنها ورزشی بود که کشور ما از افتخارش مایوس بود. بله. توی اون سطح مستر المپیا 60 سال برگزار میشه. ما توی این 60 سال هیچ وقت اسم ایران رو نداشتیم توی مدال‌های اولیه باشه. یک نفر ایرانی رو داشتیم که حضور به هم رسونده بود، آقای بیت‌العباس‌پور. بله. ولی متاسفانه عمرشون جوانه به رحمت خدا رفتن. بله. و جزء فینالیست شدن ولی مدال نبرده بودن. اما جای پرچممون تو اونجا کم بود میزن. من از بچگی دوست داشتم اونجا باشم. من یه نکته بگم، با کاری که کردی میدونی چقدر امید به جوانای ما دادی؟ یعنی کلی از من دیدم کلی از جوانای ما الان
رفتن سراغ ورزش بدنسازی فهمیدن میشه، یعنی امکانش وجود داره، توانایی وجود داره که تو بری قهرمان مستر المپیا بشی. واقعا دمت گرم، یعنی با این کاری که کردی یه کاری کردی که خیلی امید بین همه بچه‌ها به وجود اومده، جوانایی که دارن تو باشگاه ورزش میکنن.